و بعد از همه این تحقیقات میرسیم به ایران و پروژه مخفی پلاسما. ایران هم مدعی شده که روی فناوری سلاح‌های پلاسما کار میکنه، ولی این یه بلوف برای ترسوندن دشمنانه یا یه حقیقت پنهان که هنوز کسی ازش خبر نداره؟ برخی از متخصصان میگن که این یه جنگ روانیه، ولی بعضی اعتقاد دارن که چیزی فوق محرمانه پشت پرده در حال اتفاق افتادنه. و حالا سوال بزرگ اینه: آیا ممکنه سلاح‌های پلاسمایی دستی مثل فیلم‌ها ساخته بشن؟ دانشمندان میگن شاید، و اینجاست که ماجرا دیوانه‌وار میشه. یکی از بزرگترین چالش‌های سلاح‌های پلاسما کنترل کردن این ماده وحشی است، ولی حالا دانشمندان موفق شدن پلاسما رو درون میدان مغناطیسی به دام بندازن و مثل گلوله پرتاب کنن. اگه این فناوری به یک سلاح تبدیل بشه، تفنگ‌هایی خواهیم داشت که گلوله‌های پلاسمایی شلیک میکنن. هر چیزی که سر راهشونه رو میسوزونن و رد میشن. و این قضیه میتونه به کل جنگ‌ها رو تغییر بده. اگه سلاح‌های پلاسما به واقعیت تبدیل بشن، آیا جنگ‌ها مرگبارتر میشن یا شاید باعث بشن که سلاح‌های سنتی کاملا بیفایده بشن؟